بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه بینندگان گرامی که همینک این برنامه را مشاهده می کنند. امیدوارم در هر گوشه از دنیا که هستند سربلند و پیروز باشند. عوامل ارتکاب خطا یا جرم را می توان در مسائل اجتماعی پیگیر شد. اولین عامل جرم در جامعه جهالت است. جهل و نادانی و عدم آشنایی به اصول اجتماعی، اصول زندگی و اصول اسلامی سبب می شود که یک فرد بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی، مسائل روانی، مسائل اجتماعی سبب بشود که در جامعه اختلال و اختشاش به وجود بیاورد و امنیت جامعه را برهم بزند. به همین علت جهل را اولین عامل ارتکاب جرم در جامعه محسوب کرده‌اند. و عامل دیگر که سبب می شود که یک گناه یا یک جرم و یا یک خطا در جامعه ایجاد بشود خود محیط و خود جامعه هست که آیا این محیط زندگی، محیط اجتماعی، محیط آموزشی، محیط اقتصادی آیا سالم هست یا نه. اگر محیط سالم باشد قطعا ارتکاب جرم خیلی کم پیش می آید. اگر محیط ناسالم باشد سبب می شود که انواع و اقسام جرمها و جرائمی در جامعه رخ بدهد که این رخدادها و این اتفاقات سبب می شود که اون امنیت جامعه و اتفاقاتی که در جامعه ایجاد می شود به هر حال اون افراد جامعه در امن و امان نباشند. و نکته سومی که سبب می شود که در جامعه خطا، گناه و یا جرمی مرتکب بشود فقر اقتصادی هست. همون فقری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هشدار داده است که کان الفقر ان یکون کفرا. گاهی این فقر سبب می شود که یک فرد مسلمان کافر بشود، یک فرد مسلمان بر حسب نیازش دست به سرقت بزند، دست به ناامنی بزند، دست به اختشاش بزند و حتی دست به قتل بزند. به همین علت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ایجاد یک جامعه سالم و از بین بردن فقر اقتصادی در جامعه اولین فردی بوده است که اقتصاد مقاومتی را در مدینه منوره ایجاد کرده است. آن حضرت صلی الله علیه و سلم به محض ورود به مدینه منوره افراد مهاجر را در خانه‌های انصاری و مردم انصار تقسیم نمود و به همه مهاجرین گفتند که شما در باغها و نخلستانها با مردم انصار همکار باشید. یعنی پیامبر نمیخواست که گدا پروری بکند، پیامبر نمیخواست که مردم مهاجری که وارد مدینه منوره شدند بدون زحمت آب و غذا دریافت بکنند. و از طرفی داستان و برنامه رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاطر از بین بردن فقر اقتصادی این بود که مردم مکه همه اونها به اصطلاح تاجر بودند، مردم مدینه زراعت داشتند و کشاورز بودند. اینها با هم دیگر شبها مذاکره میکردند، تبادل میکردند. به همین علت سالهای بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم زمینهای موات را آباد نمود و این فقر اقتصادی در مدینه منوره از بین رفت. همه مردم انصار رو به تجارت آوردند، مردم مهاجر کشاورزی یاد گرفتند و یک تعامل بسیار زیبایی رخ داد و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و حتی خود اسلام مبارزه کرده با فقر اقتصادی. میبینیم که مسئله زکات است، مسئله صدقه فطر است، مسئله عشر و تجارت و اینها است که سبب می شود که در جامعه انسان فقیری وجود داشته نباشد و یا اگر فقیری است تأمین بشود که دست به سرقت نزند. و آخرین گزینه ای که از دیدگاه این طلبه سبب گناه و یا خطا در جامعه می شود فقر فرهنگی است. همون عدم سواد و یا عدم تبادلات اجتماعی است، روابط اجتماعی، روابط معاشرتی و این سبب می شود که یک فرد بدون اینکه
اون پیامدهای منفی اون مسئله را پیگیر بشود، دست به قتل میزند، دست به سرقت میزند و جامعه را ناامن میکند و سبب میشود که این اتفاق بیفتد. خلاصه اینکه عوامل ارتکاب خطا در جامعه جهالت، محیط ناسالم و ارتباط با افراد ناسالم، دوستان ناباب و فقر اقتصادی و فقر فرهنگی میتواند باشد.